وقتی به بچت حرفی میزنی که ناراحت میشه و توی خودش فرو میره، این ساکت بودن همیشه به معنای خوب بودن و بلوغ عاطفیش نیست. کودکی که مدام ساکت میمونه ممکنه تجربه کرده بشه که هر وقت صحبت کرده، گریه کرده یا احساساتش رو نشون داده، تنبیه شده یا مورد بی‌توجهی قرار گرفته. پس یاد میگیره برای امن بودن سکوت کنه و خودش رو کنار بکشه. توی ظاهر همچین بچه‌ای خیلی راحت بزرگ میشه، اما در درونش اضطراب و احساس تنهایی بسیار عمیقی شکل میگیره. وقتی بزرگ شد بازم از درگیری میترسه، احساساتش رو پنهان میکنه، خواسته هاش رو نمیگه و همیشه میگه حالم خوبه، حتی اگر واقعا حالش خوب نیست. این بچه از نیازهای خودش فاصله میگیره، چون حتی بدنش هم باور کرده که سکوت یعنی احساس امنیت. دفعه بعدی که دیدی بچت ناراحت و هیچی نمیگه، آروم در آغوشش بگیر و بهش بگو من پیشت هستم، هر زمان بخوای میتونی با هم در موردش صحبت بکنیم. همین یه جمله ساده بهش یاد میده که صحبت کردن به معنای از دست دادن احساس امنیت نیست. ارتباط خوب با فرزندت دقیقاً از همون لحظه شروع میشه که اجازه میدی به فرزندت صدا داشته باشه، صدایی که سالهای ساله از ترس قضاوت شدن یا تنبیه شدن خاموش مونده.